طرز تهیه نوتلای سه‌لایه با نون تست. لبه‌های 3 اسلایس نان تست رو برش بدین. نوتلا رو روی 2 برش نان بمالید. یه ساندویچ سه‌لایه درست کنید مثل بیگ مک. 2 عدد تخم مرغ، 30 میلی لیتر شیر، 1/2 قاشق چایخوری عصاره وانیل با هم مخلوط کنید. نان تست ها رو به این مایع آغشته کنید. در ماهیتابه مقداری کره ریخته هر دو طرف نان رو سرخ کنید تا طلایی بشن. یک قاشق شکر، 1/2 قاشق چایخوری دارچین رو با هم مخلوط کرده. نان ها رو به این مواد آغشته کنید. در نهایت با نوتلا تزیین کنید. نوش جان. طرز تهیه نوتلای سه‌لایه با نون تست. لبه‌های 3 اسلایس نان تست رو برش بدین. نوتلا رو روی 2 برش نان بمالید. یه ساندویچ سه‌لایه درست کنید مثل بیگ مک. 2 عدد تخم مرغ، 30 میلی لیتر شیر، 1/2 قاشق چایخوری عصاره وانیل با هم مخلوط کنید. نان تست ها رو به این مایع آغشته کنید. در ماهیتابه مقداری کره ریخته هر دو طرف نان رو سرخ کنید تا طلایی بشن. یک قاشق شکر، 1/2 قاشق چایخوری دارچین رو با هم مخلوط کرده. نان ها رو به این مواد آغشته کنید. در نهایت با نوتلا